این خوشبختی مرا حس نمیکرد. خوشبختی که من سالهای دراز قریب 22-23 سال در پهلوی یکی از جالبترین یکی از محبوبترین هنرمندای مردم فارسی زبان آقای نگین رؤوف رو کار کردم، آموختم، بسیار چیزا را شما را نمیکنیم چیزا را همه چیزی دنیای را آموختیم. میخوایم که همچون فرزند همچون شاگرد برای شما چند ترانه تحفه کنیم. آغاز از ناصر جان سفر. خواهش میکنم یک قرصگار سال خطلانی امو ملکی بدخشان دورمه خطلانی امو ملکی بدخشان دورم جوانی پر از فایدی درخشان دورمه جان یک مادری جان تاجیکستان دارمه جان تا از زمین و آسمان در قفسه اگر